سلام بچه ها، اسمم علیرضا. امروز اومدم ادیتی که دیشب کانال گذاشتم و بهتون آموزش بدم. حتما کانالمو لایک و ساب داشته باشیم. بریم سراغ آموزش. اول وارد گوگل میشیم، اسم بازیکنی که میخواین رو مینویسیم، بغلش فیفا کارت مینویسیم. مثلا رونالدو رو مثلا من میخوام، ثبت میکنیم یه تا بیاد بالا. بعدش اینجا نگه میداریم. اگه دیدین نشد، جای مختلفه عکس امتحان کنین. باید اول دانلود ایمیج بشه، یعنی گزینه‌اش باید بیاد تا تو گالری ما بشینه. خب گزینه دانلود ایمیج رو میزنیم. الان تو گالری من نشسته. وارد برنامه کپکات میشیم، میریم قسمت نیو پروژکت، میریم قسمت فوتوز. بچه ها توجه داشته باشید که اینجا کلیک تو ستینگ کنین، عکسی که میخواین رو انتخاب کنین بیارین اینجا. مثلا من رونالدو رو میخوام، میزنم روش، میام اینجا. بعدش یه ذره زمانش رو زیاد میکنم برای اینکه ویدیو چالشیه. باید مخاطب ذره بهش فرصت داده بشه تا حدس بزنه بازیکن کیه. بعدش باید چهره و اسم بازیکن رو بپوشونی. میایم قسمت تکس، قسمت استیکر، ثبت میکنیم تا استیکر بالا بیان. خب مثلا من اینو انتخاب میکنم. بعد توجه داشته باشین اینو تا اینجا بکشین اینجوری. بعد میاین اینجا. خب حالا اینو جوری میکنین که اسم بازیکن رو بپوشونیم، مثلا اینجوری. حالا باید چهره بازیکن رو بپوشونیم. حالا همونجا گزینه استیکر رو انتخاب میکنه. برای مثال من اینو مثلا انتخاب میکنم، از اینو انتخاب میکنم. بعدش یه ذره بزرگ میکنه تا چهره بازیکن رو بپوشونه. خب این بازیکن اولمون. دوباره اینم میاریم اینجا و چهره هم میپوشونه. بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم، شما همیشه اینجا رو چک کنیم. میدونین چرا؟ چون این خود به خود میاد اینجا. شما اینو بکشید اینجا که همون اول ویدیو چهره بازیکن معلوم نباشه. نگاه کنید الان ما باید چهره بازیکن یه ذره بیاریم این ورتر اینجوری. نگاه کنید اینجا از اول الان نه اسمش معلومه نه چهره. حالا ما اینجا گزینه به علاوه رو میزنیم، بازیکن دوممون رو انتخاب میکنیم. اینم یه ذره از تایمش رو زیاد میکنیم. اگه دیدیم اومد اینجا یه بار دیلیت میکنیم، دوباره گزینه بعد میایم اینجا تا بازیکن بعدیمون بیاد جلو رونالدو. بعدش گزینه به علاوه رو میزنیم، بازیکن رو اینجا انتخاب میکنیم و گزینه اد رو میزنیم. بعدش دوباره یه ذره تایم ویدیو رو زیاد میکنیم. بعدش مینو قسمت تکس، قسمت استیکر. بعد مثلا من دوباره اینو انتخاب میکنم. بعد دوباره میارم اینو اینجا تا ته میکشم. خب ببینید اگه من تا اینجا بیارم، نگاه کن رونالدو تموم شد. نگاه کن اینجا عکس وینی معلومه، ما اینو میچسبونیم به اینجا. نگاه. خب حالا اینو میذاریم اسم وینی که مشخص نباشه اسمش. اگه دیدین نشده ذره بزرگترش میکنیم. دوباره میریم حالا صورت وینی رو بپوشونیم. میام اینجا تو هر استیکری یا خاصی میتونید انتخاب کنیم. مثلا من اینو انتخاب میکنم، میذاریم اینجا. بعد یه بار روش کلیک میکنیم. بعد الان باید چک کنیم که ببینیم آیا اسم بازیکن از اول هست یا نه. خب ببینیم اسمش پوشونده است ولی چهرهش نه. دوباره اینو به اینجا میچسبونیم. اینم میاریم تا اینجا. بعد ببینیم بچه باید همش چک کنیم تا مطمئن شیم. رونالدو تموم شد. وینی الان نگاه کنین اومد. اگه دیدین نگاه کن رونالدو تموم شد، اگه صورتش یا اینجوری اومد بعد صورت وینی مشخص شد، یه ذره بیارین اینور. نگاه کنین رونالدو تموم شد، چهره وینی اگه بازم معلوم بود یه ذره اینو میارین اینور تقریبا اینجا بالا. ببینیم بازم چهره وینی معلومه نه. خب دوباره گزینه به علاوه رو میزنی. مثلا من مسی رو انتخاب میکنم. دوباره یه ذره زمان ویدیو رو زیاد میکنیم. بعدش اینجا میایم دوباره استیکر رو انتخاب میکنیم. مثلا من
اینو انتخاب میکنم برای پوشوندن چهره صورتش. دوباره اگه دیدین اینجا خود به خود زیاد شد، اینو بیارین تا اینجا بعد اینا میانیم ببینیم میچسبون تا چهره مسی معلوم نباشه. دوباره حالا یه بار رو استیکر کلیک میکنیم، یه صفحه رو بزرگ میکنیم، دوباره چک میکنیم. اگه دیدین چهره مسی الان معلومه، اینجوری میکنیم، نگاه کنیم دیگه چهره مسی الان معلوم نیست. حالا باید اسم مسی رو بپوشونیم. دوباره قسمت استیکر میایم رو قسمت هات. مثلا من مثلا اینو انتخاب میکنم، اینو یه ذره بزرگ میکنیم تو اسم مسی رو به طور کامل بپوشونه. بعد اینم دوباره همینجوری که این استیکر قبلمون اومده میذاریم. بعدش اینو میاریم تا اینجا، بازم باید چک کنیم. دیدین اینجا اسم مسی اول معلوم بود، اصلا عیب نداره. اینو یه ذره میاریم تا اینجا، بازم چک میکنیم. اگه بازم معلوم بود اینو بیاریم اینجا، نکنین اسم مسی دیگه معلوم نیست. حالا میریم سراغ بازیکن آخرمون یعنی امباپه. گزینه ادو میزنیم، یه ذره تایمش رو زیاد میکنیم به این صورت. خب دوباره میریم گزینه این یه بار بک میکنیم، گزینه تکست، گزینه استیکر. بعد دوباره اینو میاریم اینجا. بعد اگه دیدیم بازم خود بخواین جورشو اصلا عیب نداره، اینو تا اینجا میاریم، تموم شد. خب حالا اینو امباپه رو میاریم، یعنی استیکری که اسم امباپه رو پوشونده میاریم اول، اینم میاریم تا اینجا. نگاه کنی تا اینجا، ببینید الان باز باید چک کنیم. الان اسم و صورت امباپه معلومه، اصلا عیب نداره. میتونیم حتی نگه داریم، یه ذره اینو بیاریم عقب و یه ذره اینو بیشتر میکنیم. حالا میریم سراغ پوشوندن چهره امباپه. دوباره میایم اینجا این قسمت رو میزنیم. برای مثلا من باز اینو انتخاب میکنم، اینو باز نگه میداریم. اگه خواستین روش هم امتحان کنین، میچسبونیم. بعد یه دست استیکر رو بزرگ میکنیم. بعد بازم باید چک کنیم بچه. خب الان دیگه اسم و صورت امباپه معلوم نیست. اگه خواستین شورت ویدیو کنین، یه بار بک کنین، بیاین روی این مربع کوچیکه رو بزنین، 916 بزنین و شورت ویدیو کنین. تا یه آموزش دیگه، فعلا.